درود دوستان عزیز. امروز سه‌شنبه 25 مهر ماه سال 1402. من شادی هستم و در آیین مهر تلاشم این هست که راهی رو که پیدا کردم برای رسیدن به جواب در مورد پرسش‌های اساسیم در زندگی با شما به اشتراک بگذارم. این نشست دهم هست از این سری نشست ها و موضوع صحبت من آموختن و گرفتن پیام رنجه. رنج ها برای ما پیام آور هستند. راهنمای درونی ما در زندگی رنج های ما هستند و راه گرفتن این درس ها و پیام ها یه مقدار توضیحش نیاز به توجه داره. ما رنج میبریم، با رنج زاده میشیم، با رنج از دنیا میریم، با رنج زندگی میکنیم و در تمام زندگیمون رنج همراهمونه. اندکی هم شادی نصیبمون میشه، ولی میتونیم از رنج هامون درس بگیریم و از رنجمون کم بکنیم. یعنی وقتی ما یاد بگیریم که درس و پیام رنج رو درک بکنیم و یاد بگیریم، از اون رنج رها میشیم. یعنی رنج ها به نوعی پیام هایی هستند که ما درکشون نکردیم و برای همین رنج میبریم. شاید براتون این صحبتی که الان من دارم میکنم یک صحبت جدیدی باشه، یک رویکرد جدیدی باشه. شاید هم قبلا جایی شنیده باشیم، ولی این حقیقت داره که ما میتونیم از رنج رها بشیم. نه به این عنوان که بیخیال بشیم، سیب زمینی بشیم، بیرگ بشیم. نه، به این معنی که از رنجمون درس بگیریم و خردمند بشیم. از رنجمون درس بگیریم و بهتر زندگی کنیم. کار بهتری رو به صورت بهتری انجام بدیم، روابط بهتری رو به شکل بهتری انتخاب کنیم و وظایفمون رو، مسئولیت هامون رو به شکل بهتری انجام بدیم، به شکل بهتری فکر کنیم، راه حل پیدا کنیم، خلاقیت به خرج بدیم، تحقیق کنیم، رشد بدیم و فرد مؤثرتری باشیم در دنیا، در زندگیمون بهتر زندگی کنیم، آدم بهتری باشیم. اینها رو ما از رنج هامون یاد میگیریم. یعنی هر چقدر هم که ما کتاب بخونیم، هر چقدر هم که ما تحقیق کنیم، دانش کسب کنیم، تا با خودمون ارتباط برقرار نکنیم، تا خودمون رو نشناسیم، تا احساساتمون رو و رنج هامون رو درک نکنیم،
به اون آدم حقیقی که باید بدل بشیم بدل نمیشیم. یعنی در واقع نمی آموزیم. چرا؟ چون ما در ارتباط هست که یاد میگیریم. بخشی از یادگیری ما با مطالعه است، ولی این زمانی به خرد تبدیل میشه که ما با حقیقت درونمون که احساساتمون هست روبرو بشیم و زبان اونها رو درک بکنیم و یاد بگیریم به اونها گوش بدیم. تو هر ارتباطی، در هر ارتباطی که ما به ارتباط نیاز داریم برای رشد کردن، در هر ارتباطی گفتگو باب اون ارتباط، یعنی در هر ارتباطی گفتگو هست که شکل میده به اون رابطه. این گفتگو حالا به شکل واژه، رد و بدل شدن واژه ها یک قسمتشه و یک قسمت عظیمترش در واقع که با واژه بیان نمیشه، با زبان بدن بیان میشه. اون هم بخش مهمی از رابطه هست. حالا اگر این ارتباط رو ما بخوایم با خودمون در نظر بگیریم، این رابطه با بخش‌های مختلف وجود خودمون به چه شکل هست؟ این میشه اون شناختی که ما باید از خودمون به دست بیاریم که ما کی هستیم و با این شناخت ما رشد میکنیم، ما یاد میگیریم. بخش مهمی از این وجود ما احساسات ما هست که بخشی از این احساسات به شکل رنج و درد ما ازش تلقی داریم و میشناسیمشون. خب راجع به این میخوام صحبت کنم که ما از این رنج ها چجور میتونیم رهایی پیدا کنیم، نه به این عنوان که اونها رو انکار کنیم، سرکوب کنیم یا قطع ارتباط کنیم باهاشون یا به خیال باشیم. نه، دقیقاً با توجه کردن به این درد و رنج هاست که ما میتونیم ازشون به درستی رها بشیم، به درستی. و رنج هامون در واقع پیامشون رو به ما میگن، ما پیام رو به شکل خرد و درس یاد میگیریم و این درس و خرد رو حتما به شکل عملی در زندگیمون باید شاهدش باشیم، وگرنه دوباره اون رنج میاد و اون درس رو به ما میخواد بده. یعنی تا ما اون درس رو به کار نبریم، یعنی چی؟ یعنی تغییر باید ایجاد بکنیم. تغییر یا در نگاه و عمل کرده. تا این تغییر ایجاد نشه ما همچنان به اون رنج مبتلا خواهیم ماند و رنج خواهیم کشید. یک مثال رو از رنج که برای هممون خیلی دردناکه و خیلی هم ملموسه و قطعاً در زندگیمون رخ داده، رنج از دست دادنه، از دست دادن یک عزیز که ما رو به سوگ میکشونه و مینشونه. راجع به این که بخوایم صحبت کنیم، خب توجه کنیم ببینیم ما در مواجهه با یک مرگم همیشه بیشتر وقتا نابهنگامه. حالا
اگر در مورد یه شخصی اتفاق افتاده باشه که سنش خب زیاده یا یک بیماری داشته، مدت‌ها رنج برده، شاید پذیرشش از طرف ما راحت تر باشه. ولی اگر که زمینه‌ای ما نداشته باشیم و به شکل ناگهانی اون مرگ اتفاق افتاده باشه، پذیرش ما کمتره و رنج بیشتری میبریم. میخوام به این رنج توجه کنیم و ببینیم که چه پیامی میتونیم از رنجمون بگیریم که بتونیم از رنجمون زودتر رها بشیم و اصلا رها بشیم. ما در مواجهه با مرگ یک خصوصا عزیز دچار شاید حتی فروپاشی بشیم، فروپاشی روانی. چرا؟ چون هیچ وقت نمیخوایم حتی به این فکر کنیم که یک زمان یک عزیزی رو نداشته باشیم در کنارمون. نمیخوایم به این قضیه فکر کنیم، دوست نداریم، همیشه ازش گریزانیم، نمیخوایم بپذیریم مرگ یک عزیز رو، حتی در فکرمون نمی گنجه. خب این نوع برخورد با مرگ یعنی این که ما مجبور و محکوم به رنج بردن هستیم، چون بالاخره پیش میاد. مرگ قطعیه، همینطور که ما متولد میشیم یک زمان که نمیدونیم کی هست میمیریم. قطعیت داره این مرگ جسمانی قطعیت داره. چرا ما این رو نمیخوایم بپذیریم؟ چون فکر میکنیم در واقع حالا شاید بخشش این باشه که تمام میشیم، یا یه تفکراتی داریم مثلا فکر میکنیم این جسم ماست، این جسم ما نابود میشه، یا خود من مثلا از این که برم این جسمم زیر مثلا خاک دفن بشه. حالا هر تصوری که داریم خب ترسناکه، برای همین اصلا نمیخوایم بریم سمتش و نمیخوایم بپذیریمش، ولی هست، اتفاق میفته، قطعیه. کی و چجوری و کجا به چه دلیل مشخص نیست، ولی قطعیه. خب اگر که ما به این قضیه در واقع فکر کنیم، یعنی تعمق کنیم راجع بهش، چه در مورد خودمون چه عزیزانمون، ببینیم چه اتفاق میفته اون وقت. بپذیریم که میمیریم، قانون دنیاست، ما هم درش دخل و تصرفی نداریم. میتونیم با مراقبت از خودمون، از سلامتیمون، این مدت رو شاید بتونیم بیشتر کنیم یا کیفیت زندگیمون بهتر باشه، اما نمیتونیم از این قانون بگریزیم. حالا اگه بیایم بپذیریم که ما قرار یک زمانی که نمیدونیم هم کی هست تمام بشه فرصت و به پایان برسیم، و با این فرض که ندونیم هم کی هست، اون وقت عمیقاً وقتی بهش فکر کنیم چه اتفاقی برای ما میفته؟ عمیقاً بپذیریم که ما
یک مدت زمانی که مشخص نیست فرصت داریم این نفس رو که داره میاد و میره و این قلب رو که داره میتپه و این جسم رو که توانایی حرکت داره و فکر کردن و یاد گرفتن و عشق ورزیدن، این رو در اختیار داریم برای یک مدت زمان محدود و نامشخص. عمیق به این فکر کنیم، خیلی عمیق. باید زندگی کنیم. یعنی چی؟ یعنی با مرگمون زندگی کنیم، روبرو بشیم یا با مرگ عزیزانمون. بپذیریم که اونها هم مدتی محدود و نامشخص، ما نمیدونیم از این در که میریم بیرون آیا برمیگردیم یا نه. میتونیم بگیم این حرفا چیه؟ اینا تلخه، صحبتشو نکنیم. اما این حقیقته و با صحبت نکردن که ما حقیقت رو نمیتونیم عوض کنیم. ولی اگر که باهاش روبرو بشیم و بهش فکر کنیم عمیق، خیلی عمیق، بعد به دریافت‌های بسیار متفاوتی میرسیم از خودمون، از دیگری، از زندگی، از روندی که در زندگیمون پیش گرفتیم، از شخصیتی که داریم، از فکرایی که داریم جمع کردیم، از احساساتمون، از رنجامون. از همه اینها یک چیز دیگه ای در میاد. اگر به مرگ خودمون و عزیزانمون خیلی عمیق فکر کنیم، بدونیم که این فرصت یک فرصت محدود و نامشخصه، چه برای من چه برای عزیزانم، و این فرصت یک فرصت طلایی. شاید به این نتیجه برسیم که بهتر زندگی کنیم، هوشیارتر باشیم، بیدارتر باشیم، مثبت‌تر باشیم، از توانایی‌هامون بیشتر و بهتر استفاده کنیم. خب اون رمز و رازی که گفتم راجع به این که ما چطور میتونیم به رنجمون در واقع توجه کنیم که ازش بیاموزیم و درس بگیریم، اون رو میخوام یه مقدار توضیح بدم. با تمام احساساتمون صادقانه باید برخورد کنیم، انکار نکنیم، سرکوب نکنیم. هر چی که هست، ترس، غم، بیزاری، نفرت، خشم، شادی هم که یک احساس مثبته، هیجان، هر چیزی که هست، با در واقع صداقت و صمیمیت برخورد کنیم و بهش توجه کنیم. و با تعادل ذهن. تعادل ذهن چیه؟ این اون رمز است، رمز و رازی که برای رها شدن از رنج ها وجود داره. یک نکته بسیار ظریف و کلیدیه داشتن تعادل ذهن. تعادل ذهن رو میخوام یه مقدار توضیح بدم. تعادل ذهن چیه؟ اینه که ما در مرحله پذیرش قرار بگیریم.
پذیرش چیه؟ دقیقاً مشاهده‌گریه. مشاهده‌گری و توجهه. هر چیزی که در درونمون داره اتفاق میفته، چه به شکل احساس، چه به شکل گفتگوی درونی، این رو ما مشاهده کنیم. یعنی تمام مغز ما، سیستم عصبیمون درگیر اون رنج نباشه. یه بخشیش رو که میگیم آگاهی، این رو آزاد نگه داریم و خودمون رو اون سیستم پروگرامینگ و برنامه ریزیمون رو مشاهده کنیم، ببینیم درونمون داره چه اتفاقی میفته. این اون کلیدی که به ما این توانایی رو میده که خودمون رو بشناسیم، رنجمون رو مشاهده کنیم. لازم نیست ما روزها و شبهای طولانی رو با رنج زندگی کنیم. اگر یاد بگیریم این کلید رو به کار ببریم. کلید چیه؟ تعادل ذهن. کلید چیه؟ مشاهده‌گری و آگاهی. کلید چیه؟ اینی که به رنجمون توجه کنیم، همراهش نشیم، درش غوطه نخوریم، درش غرق نشیم، مشاهدش کنیم. این نیاز به تمرین داره. تمرینش با مشاهده گریه. یاد بگیریم که مچ خودمون رو بگیریم، روزی چند بار به خودمون بیایم، توجه کنیم، ببینیم در حالی که نشستیم یه گوشه‌ای هیچ کاری نمی کنیم، داریم چی کار میکنیم؟ ذهن ما داره چی کار میکنه؟ ذهن ما رو کجا برده؟ به چی داریم فکر میکنیم؟ چه جوری داریم فکر میکنیم؟ چه احساسی داریم؟ با کدوم احساسمون غرق شدیم؟ چی داره در ما میگذره؟ چی داریم به خودمون میگیم؟ این میشه مشاهده گری و این راهیه که ما شروع که کنیم آروم 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 متوجه میشیم که ما افکار و احساساتمون نیستیم، که ما مشاهده‌گر افکار و احساساتمون هستیم، که ما چیزی بیش از اون چیزی هستیم که داریم تجربه میکنیم در طول زندگی، که ما میتونیم از موهبت‌های گرانقدری که در وجودمون هست، مثل مهربانی و عشق و خیرخواهی، با خردمندی برای بهتر زندگی کردن خودمون و دیگران و برای اینکه دنیا جای قشنگتر و بهتری باشه استفاده کنیم. اگر این کار رو نکنیم، ما رشد نکردیم و ما در رنج باقی خواهیم ماند. شادی حق مسلم ماست. مهربانی و عشق، رشد کردن و خردمند شدن راهیه که ما میتونیم انتخابش بکنیم، میتونیم پیداش بکنیم. از میون تمام این
اتفاقات ناگواری که در زندگی خودمون و در جهان افتاده و ما شاهدش بودیم میتونیم این درس ها رو بگیریم که ما میتونیم جهان رو به اندازه خودمون جای بهتری کنیم. ما میتونیم از رنج درس بگیریم، از رنج رها بشیم و به دیگران هم کمک کنیم که از رنج هاشون رها بشن. شاد باشید.